چالش 6 روز 6 تا غذای پردغدغه داخل سرخ کن. روز سوم کیک. برای درست کردن کیک اول پودر کیک آماده رو میریزم تو همزن و کمی شیر هم بهش اضافه میکنم. با سرعت پایین حدود 1 دقیقه میذارم هم بخوره. توجه داشته باشین که پودر کیک آماده و تهیه‌اش به صورت خونگی هیچ فرقی نداره. بعدش 2 تا تخم مرغ و نصف لیوان روغن رو به مخلوط اضافه کردم و با سرعت بالا 3-4 دقیقه گذاشتم قشنگ مخلوط بشه. کف ظرف کیک رو کمی چرب میکنم و بعد مواد کیک رو توش میریزم. دستگاه رو دمای 150 درجه تنظیم میکنم. به مدت 15 دقیقه میذارم کار کنه. بعد از 15 دقیقه تایم کیک تموم شد. برای اطمینان از پختن کیک یه خلال دندون برداشتم و داخل کیک فرو کردم و دیدم خلالم تمیز بیرون اومد که یعنی کیک ما پخته. سپس کیک رو گذاشتم توی بشقاب تا آماده تست کردن بشه. وقتی کیک رو برش زدیم متوجه شدم که بافتش خیلی نرم و اسفنجی شده. بعدش هم واقعا وسوسه کننده بود. از طعم عالی و لطافت کیک واقعا خوشحال شدم. اینم از کیک خوشمزمون که هم خوش طعمه و هم برای هر موقعیتی مناسبه.